به نام الله بخشاینده مهربان. کسی که آخرین کلامش لا اله الا الله باشد. از ابوذر رضی الله عنه روایت است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند فرستاده از جانب پروردگارم آمد و به من خبر داد، یعنی فرمودند که کسی که از امت من بمیرد به شرط آن که به الله شرک نیاورده باشد به بهشت داخل می گردد. راوی می گوید گفتم اگرچه مرتکب زنا گردیده و دزدی کرده باشد. فرمودند اگرچه مرتکب زنا گردیده و دزدی کرده باشد. در حدیث دیگر از عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بمیرد و به الله شرک آورده باشد به دوزخ داخل می گردد. راوی می گوید و من می گویم کسی که بمیرد و به الله شرک نیاورده باشد به بهشت داخل می گردد. حدیث بخاری از کتاب احکام جنازه. اما در حدیث زیرین گفته نمی شود که مسلمانان گناهکار به گرفتن جزا برای گناهانشان به بهشت آزادانه درآورده می شوند. نه البته. گناهکاران موافق اعمالشان در نزد الله سبحانه و تعالی و با عدالت او تعالی جواب می گویند. ولی کافران این مقام را نداشته به آتش ابد درآورده می شوند. یا الله، تو را طلب دعا می کنیم که هر یکی ما را به راه راست هدایت نما و از آتش دوزخ نگه دار.